علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، شر محض، بزرگترین شر است که دنیا و مردم دنیا رو تهدید میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله، زنده است. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره، با همه مردم صحبت میکنه، 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. فتنه است، تو یک دستش بهشت، تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن، اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن، بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد، این اوصافشه، فریبش نکنید. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج میشه. وقتی از اصفهان خارج میشه 70,000 یهود اصفهان همراهشن. بزرگترین فتنه از شرقه، پیامبر اشاره کرد، و این دجاله. چطوری دجال با همه مردم صحبت میکنه؟ فضای مجازی. الان این پخش زنده است، تو کل دنیا الان دارن میشنون. تکنولوژی و فناوری به کجا رسیده؟ این تکنولوژی و فناوری در اختیار دجال هم قرار میگیره. اون زمان دیگه خیلی خودشو عرضه میکنه. پس سرزمین شام سرزمین محشره، خدا داره آماده میکنه. ناراحت نباشید، کودکان سوریه‌ای قتل عام میشن. پس سرزمینی که محشر برپا میشه سرزمین شام، و بزرگترین فتنه هم از اونجا خاموش میشه اون فتنه. و عیسی مسیح هم در منارة البیضا شرقی دمشق در حالی که دستاش رو 2 بال فرشته هاست میاد پایین، شهاده به اسلام میده، صلیب و خرد میکنه. ای دروغگوها، ای مسیحی ها، ای صلیبی ها، دین اسلام. دجال که ظهور پیدا میکنه، خداوند عیسی مسیح را میفرسته دوباره به دنیا، در حالی که 2 دستش بر 2 بال فرشتگانه، از آسمان میاد پایین، کنار منارة البیضا شرقی دمشق. این دمشقی که الان پایتخت سوریه است، چقدر مسلمان کشی داره توش میشه. سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره، فلسطین، اردن، سوریه و لبنان. این 4 کشور بهش میگن شام. دیگه چی میشه؟ سرعت دجال الان تعجب میکنید. یک زمانی با قافله از مکه تا بیت المقدس شاید 40 روز بوده با قافله شطور، ولی الان با 2 ساعت میرن با پرواز. یه روزی میرسه که شاید با نیم ساعت برن. یکی از علامات نزدیک شدن قیامت سرعت زمانه. زمان سرعت پیدا میکنه، خیلی سرعت پیدا میکنه.
و بعد دنبال میکنه مسیح دجال رو تا پیداش میکنه، دستگیرش میکنه. کجا؟ نزد باب لد در فلسطین، سرزمین شام. صهیونیسم و اصنابشون و پیروانشون در دنیا همه سربازان دجالن. فکر میکنن مسلمان کشی میکنن. اونجا حضرت عیسی دجال رو دستگیر میکنه و همونجا به قتل میکنه.